در دو طرف شهرهای دوشنبه ترسونزاده از جانب ساکنان ناحیه شهرنو و شهر ترسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی با اتحاد سرجمعی اهالی و دستجمعی کارمندان کارخانه و تشکیلات کلی زحمتکشان منطقه ادامه دارد. برای سبز و خرمگردانی گلگشت‌های شهرها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه حفظ محیط زیست و جماعت‌های دهات به مقدار زیاده از 100,000 گل و بوته‌های آرایشی و درختان همیشه سبز دسترس و شینانده شدند که بعد سبزش منظره‌های زیبا را در این منطقه به بار خواهد آورد. در شهر ترسونزاده تازگی ساحل با صورت ادامه داده ایستادیم. اینچنین تازگی دو طرف شهرهای دوشنبه ترسونزاده و نرم نمودن گل‌های شینانده شده در منطقه‌های وابسته شده شهر با صورت ادامه دارد. برای گلگشتگی وطن عزیزمون اینچنین برای تازه آزاده نگاه داشتن شفاعت شهرهای وابسته شده کوشش به خرج داده سهم خود را گذاریم. در معرکه خرمگردانی دو شفاعت و گلگشت‌های شهرها نه تنها ساکنان همشفاعتی را بلکه اهالی دیگر منطقه‌های شهر و دهات نیز اشتراک فعالانه داشتند. زحمتکشان خواجگی‌های کشاورزی و ساکنان و کارمندان جماعت و دهات نیز در سبز و خرمگردانی شهرهای بزرگ سهم ارزنده می‌گذارند. دونک می‌بینیم در ناحیه تمام کارخانه تشکیلات نوبسته از شکل مالکیت طبیعتشان برای تازه کردن راه‌ها، کوچه، محله‌ها برآمده دست جمعانه مهنت کرده ایستادند. مقصد است گذراندن چاره‌بینی مذکور فراهم آوردن یک محیط زیستی سالم، تازه آزاده نمودن راه‌ها و کوچه‌ها و جلب نمودن توجه مهمانان میباشد. کارمندان مؤسسه دولتی نظارت راه‌های اتومبیلگردی شهر ترسونزاده نیز راه‌های محلی را تعمیر و از نوسازی می‌نماید. امروز از طرف مؤسسه تصمیم گرفتیم که با صاحبکاران محلی که در اساس سفارشی پیشوای ملت اساسگزار صلح وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان که از پیامشان برمی‌آید تمام امکانیت‌ها را استفاده برده در تمام راه‌های محلی دهها و راه‌هایی که با منظره‌های سیاحی می‌برد کار را جانب نموده. برای آبادانی و کبودی‌زارکنی دو شفاعت شهرهای دوشنبه ترسونزاده که گذرگاه مهمانان خارجی و داخلی می‌گردد، ساکنان شهر و ناحیه‌های حصار، شهرنو و ترسونزاده همراز کارهای سازندگی و بنیادکاری را به راه ماندند تا با مدنیت بلند مهمان‌نوازی مهمانان را پذیرایی نمایند.